چگونه با قرآن معاملاتمان را ایمن کنیم؟ خداوند می‌فرماید هرگاه قرض دادید یا گرفتید حتماً بنویسید. چرا؟ چون کاغذ شاهد صادقتر از حافظه است. در دنیای مدرن این آیه به ما یادآوری می‌کند که در هر معامله‌ای باید از روش‌هایی استفاده کنیم که دقت و شفافیت را تضمین کند، چه با شاهد، چه با ثبت قانونی یا استفاده از فناوری مثل قراردادهای دیجیتال. چرا 2 مرد یا 1 مرد و 2 زن به عنوان شاهد حضور داشته باشند؟ خود آیه دلیل را بیان می‌کند تا اگر یکی از آن 2 زن فراموش کرد، دیگری به او یادآوری کند. این نشان می‌دهد که هدف اطمینان از دقت و صحت شهادت است. در معاملات جزئیات دقیق مثل مبلغ، تاریخ یا شرایط بسیار مهم است و حضور 2 نفر می‌تواند احتمال خطا یا فراموشی را کاهش دهد. قرآن در این آیه هیچ گونه برتری ذاتی برای مردان قائل نشده، بلکه صرفاً به شرایط اجتماعی و عملی آن زمان توجه داشته است. در زمان نزول قرآن، قرن 7 میلادی در شبه جزیره عربستان، زنان معمولاً کمتر در معاملات تجاری و عمومی مشارکت داشتند و تجربه کمتری در این زمینه‌ها داشتند. این امر ممکن بود باعث شود که در شهادت دادن، به ویژه در جزئیات پیچیده مالی، نیاز به حمایت یا یادآوری داشته باشند. در پایان به تقوای الهی دعوت می‌کند و اینکه خدا به شما می‌آموزد و او بر هر چیزی داناست. Thank you for watching. Please subscribe me and share with your friends.